آقا شما اگر ماهی 10 الی 15% سود دلاری روی هر میزان سرمایه که داری تیک بزنی، نه تنها از تورم جلو میفتی، بلکه یک پروسه‌ای برات ایجاد میشه که درآمد غیر فعالی که سرمایه داره برات پول میسازه و تو رو راحت به وادی ثروتمندی وارد میکنه. بریم برای بررسی استیتمنت یا کارنامه معاملاتی که به صورت کاملا دیتیل یا شفاف و با جزئیات میخوایم بررسیش کنیم که با سیستم درآمد دلاری تمام اتوماتیک NA مطابق فرمول پولسازی سال 405 طراحی شده. این فرمول پولسازی و استراتژی بریم بررسی بکنیم که 42% سود رو ایجاد شده داخل این حساب با درادان یا در واقع ماکسیمم افت سرمایه یا ماکسیمم ریسکی که روی این حساب انجام شده 5%. این 5% مزیت رقابتیه که فقط تریدرها و با تجربه‌های بازار میفهمن که چقدر سخت این 5% رو نگه داشتن و ریسک رو پایین نگه داشتن. اول حفظ سرمایه، بعد سود. و در نهایت این مزیت رقابتی و نشان دهنده تخصص و تجربه تیم پرووایدری ما هستش که اینم نمودار رشد حسابی که بسیار جذاب، خیلی آروم و جذاب رشد کرده. بریم برای بررسی اطلاعات بیشتر این حساب که با فرمول پولسازی سال 405 ساخته شده. عددی که اینجا می‌بینیم عدد فاکتور سود یا پرافیت فاکتور 1/90 هستش که افراد با تجربه و متخصص متوجه میشن که 1/90 واقعا تخصص میخواد و تجربه میخواد که این عدد رو روی این در واقع پروسه نگه داری و این یک گنجه برای ما و نشان دهنده تخصص و اعتبار ماست. و در نهایت اینجا ماهایی که سود ساخته شده، یک ماه 16%، یک ماه 22% و طبیعتا این متغیر هستش، ولی عددی که ما اعلام میکنیم بین 10 الی 15% سود ماهانه هستش. و در نهایت اگر میخوای از این سیستم پولسازی NA به صورت رایگان استفاده کنی و تجربه و تخصص تریدرهای حرفه‌ای که سالها در واقع زحمت کشیدن برای اینکه این تخصص رو به دست بیارن رو به صورت رایگان استفاده کنی که پولت برات پول بسازه، میتونی کلمه مشاوره رو برام ارسال کنی که این فرمول به صورت کاملا شخصی سازی شده روی سرمایه شما سوار بشه و برای شما ستینگ یا تنظیماتش انجام بشه.